سلام. امروز میخوام داستان یکی از عجیبترین و مرموزترین زنهای هالیوود رو بگم. کسی که هنوزم بعد از گذشت چند دهه همه جا اسمش بر سر زبون هاست. میرلین مونرو. خیلی ها فقط چهره درخشان و افسونگرش رو دیدن، اما پشت لبخندهای دلفریبش دنیایی از رازها و سختیهای ناگفته نهفته بود. میرلین اصلا اسمش میرلین نبود. اسمش نورمن جین مورتیسن بود. دختری که تو خونه‌ای پر از آشوب به دنیا اومد. مادرش مشکلات روانی داشت و گاهی اصلا نمیتونست ازش مراقبت کنه. نورمن از همون کودکی سرگردان بود بین دیوارهای سرد خانه‌های موقت و یتیمخانه‌ها. او هیچ وقت فرصت نداشت طعم آرامش یه خونه واقعی رو بچشه. اما چیزی که عجیبه اینه که این بچه تنها و شکننده یه روزی تبدیل شد به ستاره درخشان در دنیای پرزرق و برق هالیوود. در دوران جنگ جهانی دوم میرلین شروع کرد به مدل شدن. شاید براتون جالب باشه بدونید که اون موقع اصلا نمیخواست بازیگر بشه. یه دختر ساده بود که فقط میخواست یه زندگی بهتر داشته باشه. اسم میرلین مونرو هم از نام خانوادگی مادرش مونرو و یه ستاره معروف اون زمان گرفته شد. مدیر برنامه‌هاش بهش گفت اگه میخوای موفق بشی باید یه اسم جدید و جذاب داشته باشی. و اینجوری شد که نورمن تبدیل شد به میرلین. میرلین خیلی زود به شهرت رسید. اما یه چیزی که کمتر گفته شده اینه که او فقط یه صورت زیبا نبود. او عاشق کتاب خوندن بود و دوست داشت نقش‌های جدی‌تری رو بازی کنه. حتی گفته میشه که تو دانشگاه لس آنجلس شبانه درس میخوند و کسی خبر نداشت. فشارهایی که شهرت روی دوشش گذاشت خیلی زیاد بود، چون همه دوست داشتن اون رو فقط یه سلبریتی سطحی بدونن، اما میرلین به دنبال چیزی فراتر از اینها بود. و حالا برسیم به زندگی خصوصیش، جایی که داستان هیجان انگیزتر میشه. میرلین چند بار ازدواج کرد. اول با جیمی دوگان که خیلی زود از هم جدا شدن و بعد با جوی دیماجیو ستاره بیسبال و در نهایت با آرتور میلر نویسنده معروف. اما چیزی که خیلی ها نمیدونن شایعاتی بود درباره ارتباط میرلین با خانواده کندی. گفته میشه اطلاعات حساسی درباره سیاستمدارها داشت و شاید همین موضوع باعث شد داستان مرگش شکل مشکوکی به خودش بگیره. مرگ میرلین مونرو هنوز یکی از بزرگترین معماهای هالیووده. به طور رسمی اعلام شد که خودکشی کرده، اما شایعه ها و سوال ها همچنان باقی موند. آیا واقعا خودکشی بود یا یه نقشه پشت پرده؟ میرلین فقط یه زن زیبا نبود، بلکه یک معما بود. معمایی که هنوزم کسی جوابش رو پیدا نکرده. میرلین مونرو از دل تاریکی ها اومد، از بچگی های سخت، از تنهایی، اما تونست تبدیل بشه به یکی از بزرگترین ستاره های قرن. میرلین به ما یاد داد حتی اگه همه چیز علیهمون باشه باز هم میشه راه خودمون رو پیدا کنیم، چون بعضی وقتها بزرگترین نورها از دل تاریکی ها متولد میشن. اگه از این قصه خوشت اومد خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی و اگه دوست داشتی کانال رو سابسکرایب کنی تا با هم به سراغ داستان‌های جذاب دیگه بریم.